یه خاطر از پاکستان هم بگم. ما رفتیم کراچی، تو صف مسجد نماز نرسیدیم. تو کراچی تو همه مساجدش تو پاکستان این کلاههای حصیری هست، کلاههای حصیری تو صف گذاشتم. دم در که وارد میشی همه گذاشتن، هر کسی یک کلاهی میذاره رو سرش میره تو چهل نماز. ما خود رسیدیم اونجا چه؟ دو تا خاطره البته دارم. خاطره اول این که ما خب رفتیم که بریم به جماعت برسیم، حواسمون نبود که حالا یک کلاهی هم اینجا خیلی حساس هم رو کلاه نگرفتیم. تو نماز ایستاده بودیم، یک دفعه یه چیز تق آمد رو سرمون اینطوری احساس کردم که همین کلاه حصیری من فراموش کردم. یه برادر پتانی چه محکم زد رو سرمون دیگه. من خب فهمیدم که این کلاه نپوشیدم. خب پذیرفتیم دیگه. اونجا دوباره تو پاکستان همینطور چه احناف آمین سر میگن وقتی امام میگه ولا ضال، میگن تو دلشون ولی بیان نمیکنن. شافعی ها بلند میگن. خب همه حنفی بودن تو مسجد تو پاکستان. امام گفت ولا ضال، ما 2 نفر 3 نفر بودیم، ما 3 نفر گفتیم دیدیم هیچ کس نیست، فقط خودمون 3 نفریم. یعنی کسی دیگه آمین نمیگه. یعنی این مسائل آدم وقتی سفر میره، وقتی مذاهب مختلف میینه، چشمش دلش باز میشه، میدونه که چه خبره. اینا مسائل جزئیه. یا بسم الله سر گفتن یا جهر گفتن مشکلی روش مترتب نمیشه. همدیگر رو تحمل بکنیم. چیزهای کلی که نیاز هست اطلاعاتمون رو بالا ببریم، عجله نکنیم. البته هممون دچار این مشکل میشیم. فرقی نمیکنه فلانی شیخه فلانی فلانه، نه، هممون عجله میکنیم تو خیلی چیزا و خیلی وقتا این خوب نیست.